خب بگو. خب چه خبر؟ خوبه چه خبر؟ چه خوبیه. چقدر خوبه بهار شده. خوب شد. آره. هوا خیلی خوبه. من این ویو رو اصلا مدت هاست برج و اینا ندیده بودم. آره. یعنی یه جایی هم که اصلا چه آدما خوشتیپ شدن. خوشگل شدن اصلا. خیلی خوشگل شدن. یعنی امسال به نظرم امسال آدما، حالا خودت جزء خوشتیپا هستی ولی امسال آدما من عالیم. تو عالی. عینکم که زدی اصلا آره این بدن رو ساختی و آدما خوشگل شدن. ژنا خوب شده به نظرم. یعنی آره. حالا خیلی من باید برم تو فاز اصلاح نژاد. بچه‌مو باید اگه با همین وضع ادامه پیدا کنه درست نیست. من باید یه حرکتی بزنم. انتقاد میکنن از ترودو و اینکه مهاجرت چیزی، ولی به نظرم ژنای بدی، حالا بعضی ژنا خوب نیستن ولی موافقم. از یه سری ژنا باید کمتر بگیره. آره. چقدر سمی شروع کردیم. اینو این بحث اکسپرس انتریو اگه اسکیلو پوینتای رو که میدن بزنن رو بحث مثلا امتیازا رو به جای اکسپریانس نمیدونم ادویکیشن اینا ببرن سمت نژاد ژن، بلند مدت نگاه کنیم بهتره تا اینکه مثلا حالا کوتاه مدت میخواد مثلا یه چیز اقتصادی بشه. تو ژنت درست باشه، باهوشتر باشی، خوشگل‌تر باشی، کشور اصلا میره بالا. ژنت درست بشه یعنی خوشگل‌تر باشی دیگه. نگیم باهوش خیلی اهمیتی نداره. هوش میخواین چیکار؟ هوش مصنوعی اومد همون رو گرفت. شما خودت هوش مصنوعی خوندی. چند سال هوش مصنوعی خوندی؟ حداقل الان 7 سال یادم دکترای هوش مصنوعی تو 7 سال دکترام طول کشید. البته دکترا چون فوق دکترا هم بعدش خوندم. خوندی دیگه. آره راست میگی. ما هوش ما همون ببین من میگم مهاجرت اینجوری باشه. یه مش احمقو بگیرم ولی خوشگل بعد هوش مصنوعی میکنیم تو مغزشون. بیوتیفول. آفرین. همه چی درست مثل خودت مثلا وقتی تو آخه زیبایی مصنوعی نداریم. تو یکی رو زشت مثلا یکی بچه زشت به دنیا بیاد دیگه کارش نمیشه کرد. دیدی میکشی بیرون بچه رو چون یه مدت هم تو ماما بودی دیگه. بچه رو که میکشی بیرون آره الان نه اون دوره مامایی حالا خیلی خوب بود. یاد خاطرات مامایی انداختی منو ولی بحث خاطرات مامایی یه بحثی خاطرات بابایی نداریم. خاطرات باباییمون بعداً میگم، فعلا مامایی رو بذار بگم. یه بحثی هستش در رابطه با همین بحث هوش مصنوعی. این ریلیشنشیپ تراپیست‌ها میگن چهره زیبا عادی میشه ولی چهره بد هیچ وقت عادی نمیشه، تکراری نمیشه. چقدر دیپ. راست میگن. یعنی این بحث خوشگلی و زشتی رو شما نمیتونی تغییر بدی. هوشو بله با هوش مصنوعی میتونی اینجکت کنی، میشه درستش کرد. اونو یه کاریش میکنی. الان دارن درستش میکنن. اصلا یارو میره چه میدونم میره یه کاری کنه هوش نمیخواد. مثلا چه میری مشاور املاک میشی فوقش. خب بله. تهشه دیگه. ولی خوبیه مشاور املاک هم چیز نمیشه. الان وقت خرید یا فروشه؟ الان وقت خرید قطعا. همیشه وقت خریده به نظر من. یه مشاور املاک صحبت می‌کنیم وقت خریده. یعنی وقت شما نگاه کنید. من خودم حالا بحث حالا سابقه املاک و اینا رو نمیخوام بیام جلو ولی واقعیت شما نگاه کنید پالیسی که میره سمتش اینا وقت خریده. به خصوص اگه شما یه خونه رو بگیری که مثلا از این خونه های در و داغونی بگیری، مثلا اینجا فلیپش کنی بسازیش، مثلا شروع کنی خوشگلش کنی، در میزش کنی، اینا مثلا میفروشی به این میگرنت ها میان اینجا یه چمنی میبینن و یه چیزی چمن ندارن اینا تو کشورشون. شما خیلی الان خود کشور ما شما چقدر چمن داره فکر میکنی؟ چمن شمال زیاد داریم ما چمن داریم ولی چمن مصنوعی نداریم. اینا چمن مصنوعی همه چیشون مصنوعی راست. ما چمنامونو ما چمنای طبیعیمونو میفروشیم، پلاستیکایی میخریم که توی جراحی پلاستیک استفاده میشه. مثلا اینا چون جراحی پلاستیک بدن زیاد شده. آره دیگه. حالا میکروآش که بیشتر. مایکروکوزوم هم زیاد شده. آره کوز چیه؟ کازموپولیتن شنیدی؟ آها همون درینکر که میگم اون تو بدن زیاد شده. من اونو خیلی تو بدن من زیاد نیست. یعنی اون اصلا یه چیزیه که دست جهانیه و خیلی چون تحریمیم. چون مموسا نمیدرسه بهمون. مموسا اگه میرسید کازموپولیتن زیاد نمیشه. هم کازموپولیتنمون کمه. یعنی یه جای زیاده که نباید باشه، یه جای کمه که باید باشه. برای هم یه جای زیاده که کجا زیاده کازموپولیتن که مموسا باید جاش باشه کاری ندارم. ولی آره طبق اون قانونی که گذاشتن 70% تراکنش میرسه به نفر برنده. بله به خاطر همین 80% لذت هم میگن مال زنه.
اونا رو که درست میگن ولی برای بحث مسکن فکر نمی‌کنم تاثیر بذاره. من دارم البته تاثیر تراکنش آره چیزو میگم قانونی که گذاشتن که به جریان بیفته اقتصاد و اینا و اون ترمزش قبلا چون کشیده بودن درست. تورم رفته بود بالا. الان خوب دارم وامیدن وقت خرید و وقت ازدواج. از ازدواج بگو. الان وقت جفتگیریه. الان نگیری دوباره قیمتا میره بالا. تراپی بگیرنت. اگه نگیری میگیرنت. میگن از یه جای شما زن میگیری از یه جای بعد زن برات میگیرن. این نکته مهمیه. همون قضیه زیبایی عادی نمیشه ولی زشتی ببخشید زیبایی عادی میشه ولی حالا 20-25 من میگم گاهی موقعم زنه باید بره بگیره. این که درسته چون از فرهنگا بله تو خیلی از فرهنگا اصلا چیز دیگه زن پیشنهاد میده. آره و تو خیلی از یعنی اگه کسی رو میخوای بری بگیری برو بگیریش. الان وقتی گرفتنه چه زنی چه مردی چه پسری چه دختری چه 10 سالته چه 17 سالته برو بگیریش. چون ترامپ تحریم کنه دیگه نمیتونی هیچ کیو بگیری. والله مجبوری فقط بدی بره. آفرین. ببین همه رو دیگه باید بدی. همه چی. بعد دارایی تو باید بدی. گیراییت بعد خوب باشه که بتونی از اون ور چیز نباشی. یعنی گیرنده بعد باشی به هر حال. الان دایت چجوریه این روزا؟ دایت هم والا من همیشه هلثی بوده. خب حالا بحث تخصصی تغذیه کازموپولیتن که میدونم کازموپولیتن همیشه هست توی مایات بدن کازموپولیتن تو اونو دارم. دایت خیلی هلثی به نظر خودم. صبح چیز میخورم با استارباکس من کار میکنم. من میدونی من با چی شروع میکنم صبحم جدیدن؟ خیلی تاثیر مثبت ماکارونی نه ماکارونی. چون ماکارونی قبلا مثلا مامانم درست میکرد تو ایران. ماکارونی بود. بعد ماکارونی من درست میکنم چون بیشتر ساندویچ ماکارونی هم میگن خوب. یعنی تو ایران میدادن. نه اون که آره سنروش من فقط ساندویچ ماکارونی خوردم که میگم مثلا عضلات خوب شد و همیشه استخوان آره خیلی وقت پیش بود. ولی چون ایران ما خیلی نمیتونستیم واسمون نرسید ماکارونی بخوریم. ماکارونی میخوریم. الان من ماکارونی میخورم. آره از چون رفتم این مدت مکزیک بعد گفتم که اسپانیش یاد بگیرم. بعد اسپانیش رولینگ آر ساده نمیگن که مثلا به جای مثلا اگه گزارشگر ما بگه ریکاردو گزارشگر مکزیک میگه ریکاردو دو تا داره ریکاردو. بعد داره به خاطر همین ماکارونی خوردن و درست کردنم خیلی طول میکشه چون همیشه مثلا می‌خواستم بگم چیکار می‌کنی دارم ماکارونی میخورم. آره با من سسم زیاد می‌ریزم. سمم میزد به خاطر اینکه مکزیکی داشتم تمرین می‌کردم. بله پرنده ها جمع می‌شدن. سوت بلبلی می‌زدی. موقعی که ماکارونی درست می‌کنم پرنده ها جمع میشن. چون سسم خیلی زیاد سس دوست دارم و اینا. بعد محیط زیستی که اومد منو گرفت و گفتش که دیگه اینا چیز غیرقانونیه نمیتونی با پرنده ها رو نباید غذا بدی. اصلا اینجا میگن که پرنده ها رو غذا نده. حالا شما حواس پرنده ها رو اولا پرت میگیری سوت میزنی اینا دقیقاً داره میره چیز میگه ویراژ میداده. اینجا هم تصادف ایجاد میشده کلی داستان برات درست کرد. غذای ناسالم بهش. حالا دایت خودتون می‌خواستی درست کنی ولی دایت اونا رو چرا خراب نه من به اونا ماکارونی نمیدادم. من چون سه میزد فکر می‌کردن من دارم مثلا میتینگ کال میکنم میومدن جمعشن که منو همون بگیرنه. چون وقتی گرفتن من پرنده‌ها می‌خواستن منو بگیرن. بله آره من مثلا برای پرنده‌ها به نحوی جذابم for whatever reason. بعد آره محیط زیست اومد و اماکن و اینا همه جمع شده بودن. آدم‌ها جذاب باشه عزیز من. حالا پرنده دست خودم نیست. پرنده‌ها خیلی منو دوست دارن. بعد اماکن و اینا اومد و گفتن که دیگه اینجوری نمیشه. بعد تا منم بیام بهشون توضیح بدم و اینا که ماکارونی گفتن حال و حوصله مسخره بازی ها نداریم دیگه. یه مدت زندان بودم بعد این قضیه. خیلی اذیت شدم. پس همین میگم ندیدم یه سال خورده یه لو ندادی. نه دیگه از زندان چیری لو بدم. من خودم تو زندانم یکی دیگه با منو لو بده. من دسترسی به تلفن ندارم که. من اونجا یه مدت پریزن ورک اوت و اینا داشتم با دارم میذاره. ساختی ها زندان کار کرده بود. خوبه که تو زندان به این برنامه‌های مثلا ورکاوت دارن و فکر می‌کنم که از این کلاس‌های سوادآموزی اینا هم دارن تو. آره حالا راجع به ورکاوت و اینا صحبت می‌کنیم. خب زندان ببین تو اگه تو ورکاوت نکنی میان رود ورکاوت می‌کنن. نمی‌دونی الان راست میگی. بعد خیلی چیز به نظر برسی. خیلی خطرناک به نظر برسی. بله خدا رو شکر من صورتم یکم خطرناکه ولی بدنم اونقدر خطرناک نبود. احسن. احساس خطر نمی‌کردم. آره وقتی مثلا از دور صورتمو میدیدن میترسیدم ولی میمدن نزدیک میگفتن که بابا مثلا بعد اونج گفتم که آره. ولی خب راجع به ورزش و اینا صحبت کردیم چون یه مدت چون
پرورش اطراف هم کار میکردی؟ پرورش اطراف کار میکردم. پرورش اون چی شد؟ والا چه عرض کنم، من چون دیدم که خیلی خیلی بچه‌ها اینتیمیدیت می‌شدن، یعنی وقتی میرفتم تو باشگاه مشکلی که بودش این که مثلا میگفتم هیکل مثلا میاد و مثلا یه ذره جا زیاد میگرفتی. آره نه اصلا اینای شهریه چند نفر رو میدید؟ من یادم چون گنده بودی میگفتن شهریه 4 نفر رو باید بدی. آره من که نمیدادم اصلا، نمیتونستن، یعنی اصلا جرأت اینو نداشتن، این بحث اینتیمیدیت شدن بود که مثلا اخلاق چیزه. آره نمیتونستن ازم شهریه بگیرن، یه بحث اینطوری بود. بعدش هم وقتی میرفتم واقعا این بحث نو جاجمنت و اینا از بین میرفت، یعنی آدما احساس میکردن دارن من جاجشون میکنم وقتی یارو داشت. حالا من اصلا کاری نداشتم، من داشتم. کدوم باشگاه بوده که میتونستی جاج کنی؟ مگه ایران جاج داریم؟ ایران بودی اینجا جاج میکردن، مثلا احساس میکردن که الان این آدما حالا خیلی هیکلش خوبه، نمیدونم وزنه، نمیدونم 100 پوند میزنه، نمیدونم 1000 و یک جور چیز میزنه، ما الان میایم مثلا 2 تا وزنه یارو میذاش مثلا دنبل بزنه کارو میکرد. خجالت میکشی. آره من وا میستادم بابا حالا تا بخواد این یه ست بزنه بیاد پایین اینا، خب بدنم سرد میشد، ورمیداشی خودشو با وزنه میزدی. آره دیگه به جای وزنه اونو میزدی، اون مثلا پرستیناشو میزد مثلا. آره اونو میگرفتیم دیگه. گفتم که فعلا نرم، فعلا یه ذره مثلا اسلو داون کنم. آره اشکالی نداره، اونو جا دارم برای. آره هزینه خرج و مخارج غذات هم میره. آره یه ذره هم مثلا بحث پروتئین، چون میدونی که مثلا وزنه رو میزنی که عضله رو، این تارای عضلانی رو پاره کنی، با غذا میسازی تو بدن رو. یعنی اینو خیلی‌ها نمیدونن و این فقط پاره میکنن، فقط بحث پاره کردن رو میرن جلو، بحث ساختن رو اصلا نمیرن جلو. آره دیگه. و این تو چون ساخت پاره کردن حال میده، میدونی تو باشگاه اصلا همه ما اهل خراب کردنیم، اهل ساختن نیست. متاسفانه فرهنگ مشکل فرهنگ غلطه. تو یه روز میتونی یه چیزی رو خراب کنی. ما دبستان کسی نبود به ما بگی که واقعا اینا رو باید از دبستان به بچه‌ها یاد بدن، آقا همه چی پاره کردن نیست. بله. به ساختن فکر کنید. بله. کی بود از بچگی ما میام 40 سالمون تازه میفهمیم چی به چیه. والا به خدا. فرهنگ سازنده‌ای نبوده. خود زمان مولا نصرالدین شاه. مولا نصرالدین شاه بود اون؟ فکر میکنم شاه بوده. حداقل یه شاه بود، حداقل وزیر بوده. جدی؟ حداقل. واسه پادشاه اول کوروش داریوش میاد تا کریم خان زند، نه نادر بود کریم بود. اونجا رو به ما درس ندادن دیگه، همش هم مدرسه است، همش هم این بعد هر چی من میکشم نداشتن این دانش اینا من مدرسه است. حالا برمیگردیم به پرورش اندام. آره میخواستم چیز کنم، یه 2 تا بهترین اکسرسایز، بهترین ورزش برای تقویت، مثلا فول بادی ورکاوت میگن، یه 2 تا حرکت بگو ما چیز کنیم برای بچهای توی خونه که اینو همینو بزنم، مثلا 1 یا 2 تا حرکت باشه که همینا رو تو هر روز بزنی کافی باشه. 1 دونه حرکت. آره آقا شما از خواب که پا میشی دستاتو میگیری بالا، خب بعد دستاتو میاری پایین، خب کل بدنت راه میفته. آره اگه شما ایمیجین کنین ایمیجین کنم وقتی که بلند میشی دستاتو میاری بالا، دستاتو میاری پایین. ایمیجین هم نمیاد. آره که اسم این چی بود؟ اسم این میشه ترایسپ بادی ورکاوت. فول پرس ترایسپ. یه دونه هم داشتی خیلی معروف بود، تو سلطان جلو بغل زیر سینه بودی. سر زیر بغل جلو سینه. فن نشر عکاسی. بله نشر عکاسی و بغل 3 ست. آفرین نشر عکاسی. به چقدر چه تعبیر جالب، من تا حالا بهش فکر نکردم. نشر عکاسی میشده باشه، چون ببین اینا کاذبه، در واقع عضلات کاذب رو نشر میدی. نشر عکاسی بهش میگن. دیگه مورنینگ روتین الان تو چیز بگو بابا، تو اینقدر موفقی الان همه جا بحث از نمیدونم مورنینگ روتین چیه. من صبح پا میشم کلا میکنم تو کاسه یخ، ملت کلا میکنم تو کاسه یخ، کلا میکنم تو کاسه توالت. نمیدونم من پا میشم نمیدونم پشتمو میکنم به آفتاب، رومو میکنم به جزیره فلان بهمان، 3 ساعت مثلا پروانه میزنم نمیزنم هر کاری. مورنینگ روتین الان چی رو مده؟ چیکار مورنینگ روتین چی بزنی؟ بحث مد نیست اصلا.
اشتباه اینه که آدما میرن دنبال مود. آخه مود معمولا یه اتفاقی که میفته، مود معمولا چیز درستیه که میاد توی مودو ساختن که به شما یه ایده ای رو بفروشن. مودو غرب ساخته. غرب ساخت. همون تو حالا بحث آقا من دارم ببین بیننده بچهای توی خونه همه آدمای ژن خوبه خوشگلن که یکم گفتیم وقتی خوشگل میشی پتانسیل دارن، میفهمم. تو داری میگی خودت میتونی فکر کنی، بعضیا نمیتونن خودشون فکر کنن. درست. میدونی مثلا تا یه سنی تو خودت نمیتونی فکر کنی. بله. یکی باید بیاد فکر کنه باهات. ببین حالا بحث ورکاوتشو که گفتم مورنینگ رو داره اون که برای کار تمرکزی، حالا مثلا گفتم برای تقویت تمرکز چیکار کنی؟ برای تقویت تمرکز خب شما کاری که میکنی چشاتو میبندی، خب گوشی رو دستت میگیری نگاه نمیکنی به گوشیت، گوشی باز میکنی چشاتو میبندی، خب به گوشی نگاه نمی، بذار گوشی هر کار میخواد اگه اشتباهی یه بار چشتو باز کردی گوشی باز بود اصلا نه دیگه اشتباه میشه، نباید بکنی دیگه، نه میسوزی. اون روز تمام شد، اون روز میتونی هر کار دلت خواست بکن. آقا به امون خدا اصلا اون روز تو باختی، اون روز اصلا جز زندگی نیست. بخواب بمیر، بله بمیر، اونجا اصلا نمیخواد از تختت ببیرون، پرده قشنگ آفرین میکشی، هیچ کاری نکنه، چی بشین بازی بشین گیم بازی، تو به درد اون روز نمیخوری. نه واقعا لیاقت اون روز نداری شما. من حالا یه کاری که میکردم قبلا یه جورایی برعکس کار تو، ولی خیلی کمک میکرد. من مثلا به مدت 45 دقیقه یه ذره ریل اینستا و تیک تاک میدیدم، همین که پا میشد، یه چشام که پا میشد، حالا نه فقط دست، این قدرت 60 هم میرفت بالا تا جایی که 60 دیگه جواب نده. و این باعث میشد که انقدر اینجوری این فرم اطلاعات میومد تو ذهنم، مثلا ذهن فعال تموم بود دیگه، ذهن انقدر دیگه میگن هیرینگ آن آل سیلندرز داشت همه جوره کار میکرد. تو خود همین بدن رو چطور گرم میکنی؟ آره اون ذهنتو گرم میکنی. آره ریل گرم اینستاگرام میکنی شما با ریل اینطوری گرمش میکنی، میتونی بعد بری اون حالا اونجا میتونی اون کار قشنگه رو بکنی، حالا کار سنگینه، حالا اونجاست که اون میتونه اون حرکت قشنگه، اون ست 50 پوندی ست 100 پوندی رو که نمیتونستی بزنی وان رپ مکس تو بزنی، دقیقاً بری مثلا یه زمینی بخری به 4 نفر بفروشی بکنی پاچشون، دقیقاً بزنی پولشو به جیب بری مثلا کاستاریکا اشغال. خیلی من توصیه میکنم اینستاگرام، تیک تاک، اسنپ چت، ونمو، آره اینا همه اپایی که میشه استفاده کرد. اینا اصلا این یه چیزیه که حالا اثبات شده است، حالا خیلی نمیفهمم، همه دنبال مد و این چیزای چرت و پرتن، ولی واقعا وقتی فکر میکنی تو میتونی تو این مغزی خیلی همین جفینتون چی میگه دلم میخواست بفهمم مغز چطوری کار میکنه، گفت نتونستم بفهمم، ولی خب اسکله چون خیلی راحته. این که راست، اون که حالا پیرمرد بنده خدا حالا یه چیزی گفت، ولی ببین حرفش گفت من می‌خواستم بفهمم، کل عمرمو تلاش کردم بفهمم مغز چجوری کار میکنه، نفهمیدم، از قبلش یه سری چیزای دیگه یاد گرفتم، یه سری تکنولوژیایی به وجود اومد. آره واقعا. خب تو میتونی با مغز خودت این مغزو گرم کنی، افسار مغزتو خودت دستت بگیری، مغزت افسار مغزتو میگیره، مغزش کنترل کنه، تویی که مغزتو کنترل میکنی، میفهمی؟ آره خیلی مهمه. اینجوری مغزت میاد پشت مغزت، یه جوری که الان این مغز اون مغزو داره، اون مغز این مغزو داره، حتی مغز یکی دیگه رو میتونی کنترل کنی. آره من خودم خیلی موقع مغزم یکی دیگه کنترل کردم. حتی تو ببین اون آدمیه که قبلا کرم کرده، من اون آدم ضعیف قدیمی دیگه نیستم، مغزش عضلانیه، مغزیه که انقدر بزرگ، این مغز دیگه تو اون کله جا نمیشه، دو تا کله میخواد، از کله تو داره استفاده میکنه. راست میگه. این کله ها اینا که دو قلوهای کله به هم چسبیدن واسه همینه دیگه، همون لاله لادن چقدر طول کشید جدا کردن. آره نشد دیگه، نشد. چرا نشد؟ مغزشون بزرگ بود. آفرین، مغز ریخ بیرون. آره وقتی نگاه کن. حیف. حالا از اینستا گفتیم، به نظر تو اینستاگرام چند درصدش 100%، چند درصدش واقعیته؟ به نظر من بخش 100%ش حداقل 100% هست، یعنی حداقل یه بخش خیلی خوبیش واقعیته. چون یه ریپورتی اومده بود نیویورک تایمز یه کد نوشته بودن میگفتن 80%ش 100%. ببین من خودم 20% فقط برای جذب اون بقیه مثلا 20%. حداقل 80-90% تایم بیداری ما همین فعالیت ورزشی مغزی انجام میدم، با اینستاگرام همین ریل تق 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 آره. عالی. خیلی از اطلاعات خیلی پشت کار میخواد. من هیچ وقت نتونستم بالای 1 ساعت برم، نمیدونم چرا. نه من میتونم، من خب دیگه با لول داریم شما اون تمرینایی که ما کردیم. ولی خب حالا ببین
میتونم بگم من خودم اکثر اطلاعات روزمرم، اکثر اطلاعاتی که حالا به دست آوردم، حالا خیلی کار کردم از تو همین اینستاگرام به دست اومده و میتونم بگم دنیای واقعی رو که نگاه میکنم عین اینستاگرامه. اینستاگرام هم عین دنیای واقعی. آره ریلش عین واقعیت، ریلش ریله. دنیا مثل آینه است. اون شعر خوبی که میگفت آینه گر عیب تو بنمود راست خود چکن آینه شکستن. همه میان به اینستاگرام فوش میدن. چرا اینستا تو دیلیت میکنی؟ اگه مردی خودتو دیلیت کن، آینه رو نشکن، پروفایلتو بهتر کن، آدم بهتری باش، دقیقاً قوی باش، خوشگل باش، خوشتیب باش. 4 تا عمل جراحی پول نداری، برو پول رو عمل کن دیگه. چه وضعیه؟ همه رو پول نداری واسه چی زنده ای؟ من صحبتم با همه آدمایی که اون پایینن. یه حرفی بنده خدای زد، خیلی حرف درستی بود. یه بار داشتیم نگاه می‌کردیم، گفت پایین دیدیم یکی از این هوملسا داره زندگی میکنه، گفت من دوست دارم کسی باشم که اونو نگاه میکنم، نه اینکه اونی باشم که منو داره نگاه میکنه. آفرین. تو دوست داری کی باشی؟ دوست داری اونی باشی که اونو نگاه میکنه یا اونی که تو رو نگاه میکنه؟ آفرین. خود من همیشه یعنی این فکر رو باید خیلی جدی نمیگیرن این بحثا رو. ولی مرسی دکتر. بله. الان که به این فکر میکنم دارم میام چقدر چه مدت‌هایی تو زندگی من بود که من داشتم نگاه میشدم و نگاه نکردم. آفرین. نگاه کردم و نگاه نکردم. ای کاش زیبایی در نگاه تو باشد. آره. نه با اون چیزی که مینگری. متاسفانه. همه ما دنبال همیشه باید زیبایی تو نگاه من باشه. بله چون درست نگاه نمی‌کنیم. اشتباه می‌زنیم؟ آره دیگه. اگه درست نگاه کنی. آره من خیلی تو ایران اینجوری میشه که نگاه می‌کردم. مثلا معلم خب پایین شهر پسره میومد میگفت داداش داری اشتباه نگاه می‌کنی و بعد داستان میشد. اصلا همین جمله چقدر بده. داداش داری اشتباه نگاه می‌کنی. تو کی هستی که به من بگی اشتباه نگاه می‌کنی؟ آخه راستم میگفت، واقعا گاهی موقع اشتباه باشم نگاه می‌کردم. که ضررش هم خوردم و دیدم. بگذاریم. آره اینستا واقعا یک بینول. در مورد ازدواج طلاق هم یه سری سوال فرستادم بچهای توی خونه. من یادمه که تو آخه خوبی تو اینه که توی هر کاری میفتی تا ناموسش میری. مثلا می‌خواستی ماشین بخری، رفتی تو خود کارخونه بنز، رفتی انگشتتو کردی تو اگزوز فراری، نمیدونم رفتی تا خود انگلیس اون ام جی چیه اون کوفت و زر هر چی بود دیدی. حالا از برای دوست دختر و زن و اینا هم به همین شکل. به نظرت بهترین راه ازدواج چیه تو این دور زمانه که همش شده دیتینگ اپ و اینا؟ من نمیدونم. ازدواج آسان. بله ازدواج آسان. یه دقیقه توضیح بده. نمیشه کردن چی میشه که آسون میشه؟ این چیزیه که دیگه اینا فوتوفن کوزه‌گری. حالا ما نمیخوایم که همه چیز رو که شما عادت نگیر که فری. ببین این حالا همه چیز اینه مشتی آوردیم ولی چیزی یاد بدیم. ولی ببین استاد خیلی سختش کردن همه این چیزا رو. شما باید مسیری رو بری که ساده ترینه. اگه خودت باشی مسیر رو با هواپیما بری. میدونی خیلی‌ها بودن که مخصوصا وقتی خارجی گفتم ما خارجی، ما الان تو خارجیم. وقتی خارجی هواپیما بگیری به یه جایی، بعد برگشتنی که کیو تو راه پیدا کنی. مثلا یه صندلی خیلی تو هواپیما آشنا شدن. همینو میخوام بگم. یه صندلی اینورتر، یه صندلی اونورتر، یه ردیف، یه دو تا ردیف بالا پایین، یه ذره نگاه کنی بچرخی. بعد این خوبیش چیه؟ تو الان تو بالا میتونی به پایین کمک کنی. اینو میتونی بیاری آشنا کنی، اینو میتونی بیاری اینیشییت کنی، بهش یاد بدی اصلا پیازش از کجا بگیره، گوشتش از اینجا بگیره، کجا بره ثبت نام مثلا کلاس موسیقی، قبول دارم، کجا بره مثلا دندون پزشک، تخفیفو کجا میدن، مثلا اینجور چیزا قشنگ راش میندازی. همه چی رو بهش یاد بدی. یکی از مصداقای ازدواج آسانه. زندگیشو میگیری دستت. قبول دارم. بله زندگیشو گرفتی دستت، بحث مغز رو کنترل کردی. یه پرواز چقدر نمه، یه پرواز بگی برو با من باشم. اگه واقعا کسی باشه، حالا ممکنه تو پرواز اول شما پیدا نکنی، پرواز دوم پرواز سوم که پیدا می‌کنی شما احتمالش رو شما خودت ریاضی خوندی، آمار احتمالات بلدی. بله. شما بشین فاکتوریالش و اینها رو همه رو بزن، مثلا اون ترکیبیاتش رو درست کن، ببین خب توی چند تا پرواز بری، حالا مثلا پول بلیت پروازات هم نگاه کن، ولی اون چیزی که در نهایت به دست میاری ببین میارزه با قیمت. حالا بله قیمت نداره، هر چقدر بهش بدی همش سرمایه گذاریه به نظر من. آه. این یکی از راه‌های جواب داده شده است.
خیلی هم من دیدم از ازدواج‌های موفقی که اطرافم دیدم تو هواپیما شکل چی این دیتینگ؟ اون وقتی که تو میذاری دیتینگ میدونی چند تا پرواز کنی؟ دقیقاً تا برزیل بری بیای. اولا یه سفری کردی، بعد تازه اینجوری انتخابم دست توئه، به جای اینکه مثلا برزیل میخوای برزیلی دوست داری میری برزیل میای، مثلا ایرانی دوست داری میری ایران میای، ژاپنی دوست داری میری ژاپن میای. بعضیا مثلا کلا مثلا یه دونه رندوم میگیرم یا خدایا قسمت هر چی مثلا والا اصلا بلایند فلایت میگیره. به اینا میگن بلایند فلایت. حالا بعضیا بلایند دیت میرن، به نظرم لوزرن. بلایند فلایت برو که حداقل هم سورپرایز میشی با مقصد، هم سورپرایز میشی با همسفر. دقیقاً اینه، یعنی نمیدونن دیگه آدما مثلا همین راه تست شده اگه راه بیفتی دنبال جمعیت، خب ببین جمعیت داره به کجا میره؟ به قهقرا داره میره. بشریت به کجا میره؟ شما باید خلاف اون جریان جمع. آره خلاف جریان شنا کردن. همیشه اونا که خلاف جریان توماس ادیسون آدما مسخرت میکنن. آدما میان میگن این توماس ادیسون رو چقدر مسخره کرد. خودش گفت اگه تمام راههایی رو که اگه من 1000 تا ماده مختلف رو گذاشت جای اون تنگستن، هی جواب نمیداد، هی لامپش میسوخه، اینا آخرش یه لامپ روشن. تنگستن یادم نبود میگفتن اصلا اون تنگستن بوده. تنگستن بود واقعا. دکتر میگن تو پروفسوری دکتری الکی نیست. کیه که الان یادش بده ادیسون اون مادهش چی بود؟ والا فقط یه ایرانی یادشه. فقط یه ایرانی. دکتر تنگستن. مرسی. آره ادیسون رو مسخره کردن. حالا به این بحث این نیست که لنس آرمسترانگ رو چقدر مسخره کردن. خدا وکیلی. چقدر گفتن که این دوپینگ و اینا. و آخرش که اول شد بله دیدی خودم آرمسترانگی که رفت رو ماه را رفت. تو چه میگی؟ آره اون داشش بود که رفتش اونجا. بله دیگه. اصلا چه خانواده کل خانواده مخالفه. من به نظرم اصلا ببین آرمسترانگ اسمش روشه. بله به قول این شما. دست چجوری قوی میشه؟ به هر حال کار میبره. کل خانواده آرمسترانگ بودن که به گفته شما مخالف جهت جریان جامعه شنا کردن. واژه ج مخالف جهت جریان جامعه. واژه ج داشت. آره ما شعر نو دیگه داریم میگیم. به این رسیدیم که نه در خدمت متخصص طب سنتی هم از یه دوره هم یه 10 سال تو کارهای طب سنتی اینا بوده. مریض شفا میداده. اون مال حالا دوره، حالا نمیخوام خیلی مطرح بشه اونو، چون من یه دوره گذروندم که الان یه سری اطباء مدرن حالا اون دوره ها رو نمیدونم توش انقلت دارن و این حرفا. خیلی نمیخوام بحث چیز به وجود بیاد. حالا نمیخوام یه بحث فلسفی، چون به هر حال اون یه اپروچ علمی هست، این یه چیزیه، ادعایی درش نداریم. مرد اونه که بتونه با پشکل گاو که سرطان درمان کنه. والا به خدا شما با این ربات‌ها و اینا که هنر نیست که آجی. بس آقا 4 تا شما مزاج داشتی، بلغم و صفرا و نمیدونم چی. این 4 متخصص بودی یادت نمیاد؟ بلغم و صفرا چی اینجوری نمیشه. نه اونو میخوام بگم که حالا بچه‌ها برن یکم تحقیق کنن. میتونم بگم کاری نداره. چه و چه؟ بله اونو میگم که حالا آدما یه ذره‌ای هم مغزشون گرم کنن دیگه. اون مثلا شما یکی از این 4 تا مزاج و سودا و حالا یکی دیگه‌ش هم حالا اون یکی سودابی، صفراوی، بلغمی، شلغمی. نه دیگه حالا مسخره نکن عزیزم. بس جدیه دیگه. شما هم که مثلا مثل بقیه نشستی همینجور دارید. بابا 3 تاشو درست گفتم، یه دونهشو بذار حال کنیم باش. یه دونه خیلی خب، حالا یه دونه هم واسه تفریح شما. نه بخوام سوال داشتم نذاش حرفم تمام. این تو اینا همه چی ما کاتگورایز شده هست، همه چی مشخص هست، درمانش مشخص. خب همون من تو کاتگوری گات مایکروبایوم الان خیلی مهم شده. خیلی دنبال اینن که از درون خودشونو درمان میگن. همه چی از معده شروع میشه، از اون روده بزرگ کوچیک کار ندارم اون تو چه خبره، ولی گات مایکروبایوم بس. من یه جا خوندم که شیر خر خام بله خیلی مفیده. والله خیلی مفیده برای گات مایکروبایوم. چون خامه اون آنزیمایی که خر داره تو بدنش و که برای چون خود خرم چون کر خر چرا میتونه شیر بخوره؟ چون به طور خام شیره که مامانش نمیجوشونه. فکر کن خر با اون سم شیر بجوشونه بیاره. کل خر هیچکی شیر رو نمیجوشونه. گاوه که به بچه‌ش اصلا این همین آقای پاستور که رفت پاستوریزه کرد شیر رو اولین بار، اون چون گی بود این کارو کرد. بله حالا نمیخوام بگیم، حالا من نمیخواستیم بگیم، حالا اون گی بود الان حالا تو این کشور شما شیری که دوشیده بود اشتباه اون گاو نرم اصلا معلوم نیست شیر کی بوده. اصلا شما حیوانی مفیدتر از خر دیدی؟ من سوالم اینه. نه خب بحث شیر اون که بکنه، حالا اونو باز میکنیم، ولی میگم که نظر شما راجع به شیر خر خام
یعنی خری که خامه و شیر خام خر. یه شیری که خامه ولی مال خره لزوما خام نیست. خر لزوما خام نیست. خر میتونه پخته هم باشه. منظورت اینه یا خریه که مثلا آره خری که پا به سن گذاشته خر نورسی هست. نه آره یه خر نوجوان خر داره یعنی خام که خب خامه مثلا میشه راحت گوشت خر شیرشو گرفت. میتونسته باشه یا خرام اگه پخته هم میخورن مثلا سوپ درست میکنه میدویشون. این حرف این نکته انحرافی بود که حالا شما گرفتی ولی خب بفرمایید. نه حواسم اون ریلای اینستا جواب میده. آره نه بفرمایید. آفرین. نه داشتم گفتم که شیر خام خر یا شیر خر خام. بله. شیر خری که خامه یا شیر خامی که از خر اومده. شیر خام خر. ببین شیر خر حالا من این یه بحثیه که حالا توش اختلاف نظره بین، حالا من نمیخوام حالا بحثای درونی به اون جبهه کاری نداشته باش. بحثای درونی خودمون رو نمیخوام حالا بذارم که سوء استفاده کنن، چون یه در نشستن که سوء استفاده کنن بگن آقا اینا آقا شما خیلی دیدت منفیه. حالا دیگه چیکار کنیم دیگه، متاسفانه شما هرچی بیشتر من فکر کنم زیاد زخم خوردی. نه بله ببخشید اینجا ما اینجا الکی با همین زخما قوی شدیم. من میگن مرد بعد زخماشو مخفی کنه فقط جلو، ولی به هر حال آقا شیر خر سعدی میگه زخمام خوب شه همه رو زخمی میکنم. شیر خر بعضی اعتقاد دارن که کلا خامه، شیر که پخته در نمیاد. بعضی اعتقاد دارن اون شیر خام خر که بحث اصلیه اون شیریه که اولش در میاد، شیریه که مثلا نذاشتی یه ساعت بمونه، میدونی همون شیر که از پستان خر در واقع میاد بیرون همونجا شما استفاده بفرمایید. اون شیر خام خر. شیر خام خر اگه بذاری تو سطل خب هنوز خب میتونه پخته بشه. خب هنوز ولی به حرارت نرسوندیش. ممکنه حالا به حرارت برسه، تو آفتاب بذاری شما. نه آره دیگه حواست باشه. توی یه جای گرمی باشه، توی شبه جزیره عربستان خب ممکنه شیر پخته بشه. خر دارن تو عربستان؟ والا داشتن به هر حال استفاده میکنن. خر جواب نمیده، اسم میکنم عربستان شطور فقط جواب میده. والا تا جایی که شواهد و قرائن برمیاد بله داشت. درمانی و اینا که هیچ. من یادم تو تاریخ همون زمان جاده ابریشم مثلا همین چیز شد که مغولا بتونن شیر خر خام، ولی من یه چیزی من حس می‌کنم این بوده که اینا اصلا به خاطر همین قدرتمند بودن که همش شیر خر خام می‌خوردن. یعنی اینو من نشینه بودم ولی جای تحقیق داره. بله چون به شدت هم چیز آنابولیک شیر خر خام. یعنی اینایی که تو باشگاه میری گوندن احتمالاً یه ذره باشون رفیقی سوال بپرسی لو میدن که مثلا شبی چقدر شیر خر خام میخورن که آره چیزی که حالا به شدت آنابولیکه و عضله سازه. بله خب تغذیه رو بستیم، تمرکز رو بستیم، مسائل نمیدونم ازدواج و طلاق و جوونا رو بستیم. من دارم فکر کنم ببینم چه مشکلی دیگه تو این سرمایه گذاری و مسکن و اینا اونا که دیگه ساده است. اونا که دیگه شما این کارا رو انجام بدید اون مغزت بله اونا دیگه ببخشید اگه نتونی من نمیدونم اونا دیگه مثلا مخاطبای این پادکست هستن. ما یه سرنخی دادیم که الان وقت خرید حالا خودت برو ببین چیکار کن. ازدواج هم گفتیم. آره دیگه فقط میمونه مثلا یه سری بحثای روانی و اینا که روان قوی باید داشته باشید در کل. آره مثلا نه برای روانشناسی و اینا من داشتم صحبت میکردم با یکی از دوستام، یه دختر جوون خیلی خوشبر و روی زیبایی که دوستیم ما فقط، ولی اینشو دوست دارم که علیرغم اینکه مثلا خیلی مدرنه خیلی خارجیه، یعنی اصلا خارج به دنیا اومده، ایرانیه با اون باباش ولی خودش اینجا به دنیا اومده. خیلی دوست داره ازدواج کنه، ازدواجی هستم بله، خیلی ازدواجی و دوست داره تو سن کم 20 چند سالگی سریع بچه داشته، تشکیل خانواده خیلی آسان. آره بله. دقیقاً همین بحث ازدواج است. منتها من یکم نگرانه اینم. بله فکر می‌کنی حیف بشه؟ نه بله. نه این که به نظر من بهترین کار ازدواجه تا میتونی ازدواج کنی، ولی من نگران نسل آینده‌ام. ببین مادرای جوون، ببین ما یه دونه مدرسه‌ای بودیم مادر جوون نمیدونم به پستت خورده یا نه، ولی مثلا ما راهنمایی که بودیم یه دوستی داشتم به نام سعید. این مادرش ببین اولین دیدار با اولیا مدرسه رو که گذاشتن، من و هم کلاسی سعید همه با هم اینجوری بود، اینجوری دیدیم مادر سعید بودیم که این مشخصا خیلی زود ازدواج کرد، یعنی جا داشت که یکم بیشتر تحقیق میکرد که آره فکر کنم خواهرش و اون مثلا چه مشکلاتی مثلا اون دیدار با اولیا به هر حال بابای من اومده بود چون مادرم خونه خالم اینا کار داشت، قشنگ یادم همه این دیتیلا رو که
بابام من گفتش وایسا برگشتنی با هم بریم دیدار با اولیا تمام شد، اومده بود دست مدیر رو گرفته بود میگفت ناموسن دیدار با اولیا بعدی همه خونه ما جوجه میدم. احسن. این خب این چرا واقعا چرا؟ و بعد سولس اول شد من مثلا کارنامه‌ام اومد، سعید کارنامه‌ش اومد، همسایه هم بودیم. بابام برای مثلا من یه دونه مثلا چیز خرید، یه مثلا نمیدونم جوراب خرید، یه همچین چیزی بود، یه لباسی خیلی لباس زیر بود. بعد دیدم برای سعید بابای من برای سعید کادو گرفته، پلی استیشن گرفته. بله. بعد من میگم که خب پدر من مثلا چرا برای من که پسرتم که نمره من بیشتر، چرا برای من مثلا اینو گرفتی برای اون؟ میگفت ببین سعید بله دارم شما با من روانشناس باید گوش بدی الان. من میگفت ببین سعید هم درسشو میخونه هم به مامانش کمک میکنه. تو چرا درسشو میخونی به مامانش کمک نمیکنی؟ به مامانش کمک، به مامان سعید. احسن. من میگفت مامان سعید، میگفتم مادر خودم، من مادر دارم خودم، من هنر کنم به مادر خودم. گفت ببین داری بهونه میاری، می‌خواستی مادرتو درست انتخاب کنی. آقا مادر منو شما انتخاب کردی. الان بحث اینه که بنده بعد شما روانشناسی کنم به پدر شما. من اینا تراماهامو دارم میریزم بیرون که کمک کنم. من چیکار کنم؟ پدرمو در آورد. پدر شما پدرتون در آورد. آره. و حالا بله. که بعد سولس بعدی اومد و نمیدونم کارنامه ها اومد، دوباره من این سری گفتم میذارم میتره کنم قشنگ. بله. رفتم برای رتبه 1 و اینا، بازم بابام برای من کم گذاشت، برای سعید کامپیوتر خرید، من یه قاطی کردم و چه. ولی خب الان من یه سوالی از شما دارم. شما الان خبری از مادر سعید داری؟ مادر سعید رو ما از دست دادیم متاسفانه دیگه، افتادیم تو خرج اینجوری فوت کردن. یعنی خدا نگهش داره، هر جا هست ان شاءالله که سالم و مؤید باشه، ولی ما اینجوری شد. ببین یک بار مادر سعید اومده بود تو مدرسه، کارنامه ها رو داشتن میدادن. سعید نمرش خوب شده بود از قضا. این مادر سعید اینو به آغوش گرفت از خوشحالی و بوس و بغل و اینا، چنان محبتی فشرد اینو و به این کرد که ما کل مدرسه که داشتیم این صحنه رو میدیم، من و همکلاسی‌ها، یه جو رقابتی شدیدی شکل گرفت اونجا بینمون که برای سولس بعد توسط مادرانتون توسط همون ما چون کودک بودیم فکر می‌کردیم جایزه هر نمره خوبی مادر سعید، یعنی محبت مادر سعیده. بله محبت مادر. بله این بحث فرویدیه که آره میفهمم. و خب همون باعث شد خیلی همون درس خوندیم، اون خوب بود، اونش خوب درس می‌خوندیم. ولی دیگه انقدر بد شده بود، مثلا معلم میگفت من میخوام کویز بگیرم، هممون هیجان زده میشدیم. میدونی چی میگم؟ بله چون سن بلوغ هم بودیم. ایرادی بله میفهمم. من حالا یه بحث جامعه شناسیه که سوال ریاضی میدیدیم یا مثلا خیلی بحث مادران جوان. بله به هر حال حالا من نگران نسل آینده‌ام، هم برای خودشون ممکنه داستان، یعنی مثلا به هر حال میتونن تجربه مثلا حالا خیلی زود تصمیم میگیرن بعضی اوقات، مثلا زود حالا وارد زندگی و وارد مسائل مختلف و بچه بزرگ کردن و اینطور چیزا. همین که به هر حال همه این مسائلی که شما عرض کردید به هر حال نشون میده به هر حال به وجود میاد دیگه. خب درست. و کامپلکس های مختلف حالا هم برای تو جلسه علما مربیان ممکنه باشه، توی نمیدونم بحثای خیلی جلسات علما مربیان بله به نظر من جلسات علما مربیان اولا اون مدرسه بعد جلسات علما مربیان رو خب بعد جلسات علما مربیان اون مدرسه شما بعد اون جلسات علما مربیان رو کلا جدا برگزار می‌کرد. یعنی من اگر بودم میگفتم آقا مادرها جدا پدرها جدا، اگر کسی میخواد بیاد. خب یعنی این بحث خیلی مهمه دیگه به هر حال. خب مادرها با دخترها با فرزند دختر، پدرها با فرزند پسر. مرسم فقط پسرانه بود چیکار کنه؟ خب اشکال نداره. بعضیا بابا نداشتن، بعضیا مثلا بابا نداشتن، چند تا با برادرشون با هر حال اولیای مرد. به هر حال که این مسائلی که به هر حال در سن بلوغ و اینجور چیزا، حالا مثلا حالا شما اوپن اپ کردی به هر حال خیلی شجاعت داشتی و اشکال نداره و به هر حال شجاعت شما هست که این مسائل میگی. ولی خب به هر حال میتونه راههای وجود داره که به هر حال این مسائل پیش نیاد. یه بحثی هم هست که خود مادران جوان باید مراقبت کنن. یعنی این مادران جوان باید از خودشون مراقبت کنن و به نظر من حالا بحثی که فروید میکنه اینجا که شما دنبال کسی هستی که همیشه دنبال، یعنی مثلا میگن که این کسایی که مثلا پدر و مادر اگه به شما محبت شده باشه شما دنبال محبت میری. این که شما دنبال محبت اون
مادر سعید رفتی احتمالاً چون محبت اتفاقا از خانواده گرفتی که محبت برات جذاب بوده. اگر شما دنبال یه آدم ابیوزیو بری زمانی که ابیوز شده باشی و از این جهت شما باید خودتو قد بدونی که اتفاقا خانواده خوبی داشتی که به شما محبت کردن که شما جذب محبت شدی و این محبت رو دیدی خانواده و دوست سعید داشتی بود. که دریابی این محبت دوباره به شما محبت بشه و دوباره مثلا الان همون مشکل من انگیزه که شده که حالا شما درس خوندی اومدی اینجا به هر حال این دانشگاه خوب رفتی و وارد به هر حال از یک کشوری اومدی اینجا کشور جهان اولی اومدی و خب اینا رو شما باید قد بدونی. حالا به من که من ممنون مادر سعیدم ولی الان من تو رابطم به مشکل خوردم. یعنی انقدر اون بار من الان بالاست همش دنبال یه چیزی که کیسی مثلا شبیه مادر سعیدم و پیدا نیست. همچین چیزی به این خوبی نیست. بله راست میگی. انقدر متین و حالا کار به این آخه منم فقط نبودم که یه نسل سوخت. یعنی من میگم این خانوم این دوست من اگه ازدواج کنه نسل بعدی میسوزه. چون من یادمه که خیلی همون تو بحث امتحانات نه اصلا اینایی که خیلی خوبن نباید ازدواج کنن به نظرم اصلا. یعنی درست نیست. حالا ما بحث زیبایی رو ژن خوب و این چیزا رو مطرح کردیم که چقدر اصل قضیه است خب ولی از یه حدی داره. هر چیزی حدی داره. یعنی اگر که قرار باشه که ما مثلا ببریم استانداردار یه جایی که دست نیافتنی باشه واسه اکثریت جامعه ما یه چیزی رو به عنوان الگو مطرح کنیم که برای اکثریت غیر قابل دسترسیه خب این چه لزومی داره مطرح شدن؟ آدما خودشونو مقایسه میکنن. آدما نباید این اتفاق نباید بیفته. ایشون بعد ما میتونیم به هر حال برای چیز فضا و حالا زندگیشون رو داشته باشن و اینا و از امکانات استفاده کنن ولی به هر حال ازدواج شاید ازدواج اونم به اون سرعت و به اون چیز یا حداقل اگه ازدواج کردن بچه دار نشن. ازدواج سخت این راه حلش ازدواج سخت. بله دقیقاً. یه آخرش هم من بگم که اینجوری شد ما مثلا دیگه سال سوم یاد سوم راهنمایی امتحانی هست برای حالا نمیدونم دوستانی که در جریان نیستن امتحان تیزوشان برگزار میشه. اوکی بله آره اونو دستگاه نه خوبه. نه امتحان تیزوشان برگزار میشه و مدرسه مثلا از همه مدارس بچهای تیزهوش قبول میشن. بله از مدرسه ما بله اونایی که قوای فکریشون اصلا بهتر بود قبول نشدن. اونایی که قوای جنسیشون اصلا قوی‌تر بود به خاطر همون مسائلی که بله هی ریاضی میخوندیم و اینا که نمره‌ای بگیریم حالا اینم باز اتفاقا و انقدر یکیمون انقدر اوضاعش خراب بود که همونو راستشو گرفت و ندارج علمی ته که الان ناسا کار میکنه فقط به خاطر همون. من اصلا با موشک داره هر روز میره فضا به خاطر چی؟ من متعجب نمیشم. ببین همین اتفاقا این بحث سریال وستورلد این آقای یوسف پیامبر آره وستورلد یوسف بام چی این آقای آنتونی هاپکینز یه جمله داره میگه تمام این کارهایی که موزارت و این بعد میگه اگه این غریزه جنسی نبود اصلا چه بسا موسیقیدانای بزرگ نمیدونم دانشمندای بزرگ اینا به وجود نمیومدن. اینا همشون یه کوچیک میموندن. آره آفرین خیلی ریز بود ولی خب خیلی نکته اساسی بود. ببین این یه پرکتیس چیز جنسیه یعنی یه میتینگ ریچواله. حالا این برنامه زیر 10 سال خردسالانه دیگه وارد اونا نشیم. نه یه میتینگ ریچواله که آدما اگر که مثلا هم هیچ چیز سکشوال تنشن وجود نداشت آدما چیز میشدن. آدما هیچ تلاشی نمیکردن برای اینکه بهتر بشن برای ایمپروو کردن خودشون و خیلی ما دست کم میگیریم این قضیه رو. باید وجود داشته باشه تا حدی ولی خب آدمای مثل شما بودن که خب سربلند بیرون اومدن و برای همون دوست شما ناسا تا ناسا رفته و ولی خب درگیره دیگه هنوز درگیریش ان شاء الله تو مریخ و اینا دنبال یه داستانی. بله این یه بوکسور رو دیدید چه انگیزه‌ای باعث میشه که همینطور بوکس بزنه؟ من خب راجع به بوکسورا خیلی نظری ندارم ولی از سوارا خوشم میاد. به نظرم از سوارا انگیزشون من سوارکارا بله خودم یک شنبه میرم شرط می‌بندم روی مسابقات اسب دوانی. جدی من دوست داشتم. آره تو آشوا اسب دارم. اسب دارم مادیان دارن. بله اسب میتونی بریم اونجا شرط بندی رو اسب و شرط بندی هم که حلاله روی اسب. اگه اسب باشه حلاله؟ اسب حلاله. خر حرومه؟ خر رو والا تحقیق نکردم ممکنه تبصری وجود داشته باشه که اونم حلال شده باشه ولی خب نمیدونم. ولی اسب حلال هست حلال و طیب میتونی شرط ببندی و اوکی.
اونم به هر حال میتونه قمار نیست به هر حال. خلاص اونم یه داستان، اونم یه سرنخ اقتصادی بود. نمیدونم گرفتم بچهای توی خونه یا نه، ولی خب بله کجا ما حرفی چی زدیم، حرف املاک و قیمت ها و بعد پول و ببین دو سه تا چیزه، اونی که قرار باشه بگیره میگیره، اونی هم که قرار نیست بگیره هیچ وقت نمیگیره. دقیقاً ما همه چیو که نمیشه بیان بخوایم اگه باز کنیم که الان همه قرار بود اگه همه یه کاری هم بکنن که به هر حال دیگه ثروتی نمیمونه. وقت ما محدوده. بله خیلی آره. نه این بحث به نظرم بحث درستی. من حالا شما بحث مادر سعید رو مطرح کردیم، من یکی از دوستان دبیرستان یادم افتاد که به هر حال مادر وجیه المنظری داشتن. تونی رابینز میگه به مادرای همکلاسیتون بله خیلی چیز کن، احترام بذارید و کمک کنید. همیشه مورد احترام میگه که حالا دقیقاً کوتش یادم نیست، ولی من یکی از این سخنرانی انگیزشی رفتم، گفت صبح به صبح که پا میشی به مادر همکلاسی جوری فکر کن که انگار به مادر خودت داری فکر میکنی. اینو اگه سرلوحه زندگیت قرار بدی همه قرار بدم، واقعا ما نسل بین مادران فرق نذار. آره. مادران بهتر، بچهای بهتر، سالمتر، جامعه بهتر. آفرین. اگه ما بتونیم با همین ببندیم، با همین شعار، به نظر من و آدمایی که دارن به ما گوش میدن همین یه جمله یادشون بمونه از این پادکست، ما وظیفمون انجام بدیم. دقیقاً. یعنی ما دیگه به نظرم میتونیم راحت بخوابیم. آفرین. آره. خب روانشناسی و تراما هم گفتم دیگه، بس دیگه حرفی سخنی های دکترایی که مثلا والا حرف حالا شما دکتر استفاده میکنین ممنونم، ولی نیازی نیست. دکتر کمته میدونم، پستاک و اینا نیازی نیست. من خودم از بچه‌ها میخوام که توی فضای عمومی به هر حال مرسی، همین خضوعت ما بله میدونم جذبت کرده، ولی نه من توصیه‌ام اینه که برن توی هوای آزاد لذت برن. به هر حال هوا خوب شده به هر حال اینجا، فصل خوبه، به هر حال برن. الان شما استایل نشستن تو دیدم، یه جمله از دیپاک چاپرا یادم اومد که میگه حداقل روزی 7 بار چهارزانو بشینید. 7 تا ما چاکرا داریم، 7 تا چاکرا به ازای هر کدوم یه بار چهارزانو بشینی خیلی از درد و مرض بدن ما دیگه چهارزانو نمیشیم. الان مثلا همه مهاجرت میکنن کاسه های دستشویی، اصلا سفره نمیندازن دیگه، سفره دیگه نداریم، کاسه توالتا فرنگی شده، بودو غذا میخوری اصلا نمیفهمی چی خوردی چی بود، چیزا اصلا ماکارونی بود میخورن، بعد تخم تو املت بود، تخم مثلا اردک بود، چی بود، شیر خام بود، شیر میخوردن قدیم اصلا مقبل بود. نه حالا این بحث من این چهارزانو رو در امتداد اون روتین صبحگاه هم که به شما عرض کردم، هنوز شما تو روتین صبحگاه بعضی روتینا انقدر کامپرهنسیو و جامعه این تا غروب طول میکشه، تا غروب من این روتین میاد و این دیگه ناخودآگاه حالت غریزی من انجام میدم. یعنی همینو که هی پامو باز کردم، اگه دقت کرده باشی مثلا در طول این مدت اومد این دیگه این میشه ملکه ذهن شما و دیگه اصلا نیازی به یادآوری نداری دیگه، دست خودش میره، پای خودش میاد، دست میاد، این ریلا همینطور تق تق میره میاد. یعنی اینا این گرم کردن ذهن، این تکنیک‌های ساده‌ای که خیلی انجام نمیدن، تکنیک‌های عادت سازی دیگه، عادت سازی و عادت پروری. یعنی در واقع که شما میتونید با همین چند تا تکنیک ساده زندگی خیلی شاداب‌تر و پربارتری داشته باشی برای خودت تو کار روزمره. خیلی ها مثلا زور میزنه اینا بعد به خودشون میگن که ما ADHD داریم نمیتونیم تمرکز کنیم. یعنی یه عده به خودشون میقبولن در صورتی که شما آقا تکنیکشو بلد نیستی. این یعنی این چیز نیست. اینو شما مثلا با 4 تا بعد میبینی یه مسئله ای رو یه کدی رو مثلا میخوای بزنی، روزها و ساعتها وقت میذاری، هنوز نمیدونی، هنوز برمیگردی خونه اول، تو نیم ساعت میتونی جمعش کنی بری تمرین. خیلی راحت شما این مغز فرموله شده که دیگه اصلا هیچ تمرکز شما رو از بین نمیبره. دقیقاً. من هر موقع گیر میکنم سر هر مسئله، مثلا کدی یا چیزی، اینترویوی چیزی دارم، یه نیم ساعت ریل میبینم، ریل اینستا، یعنی ضربتی سرعت. اگه سرعت این فایده نداره، سرعتی ضربتی. همینشه که بعضی اوقات زبدری میبینن، بعضیا که حالا شما مرحله یکی، ولی زبدری چجوری میشه ریل؟ یعنی اینجوری میبینه بعد دوباره همونا رو برعکس میبینه. نداره اینستاگرام از این فانکشن. نه اینجوری شما امتحان نکردید دوبله بزنی میاد. آره اینو اینجوری میبینه، بعد یه دور دیگه همه رو از اون رو میبینه.
جدی؟ آره. ولی خلاصه من ریلو دیدم مثلا راه حلا اینجوری میاد با من حرف میزنه. همه چی مطمئن باش خیلی از اون راه حلا تو یه دونه از اون ریلا حداقل هست. آره اون ایده‌ای که میگیری همه ایده رو میگیری، حالا ممکنه عیناً راه حل نباشه ولی ایدهش هست. آفرین. دقیقاً. مرسی، من واقعا لذت بردم. هر بار من باهاش میشم احساس میکنم مثلا 70 کیلویی دانش به من اضافه شده. خواهش میکنم. خیلی لذت میبرم. من خودم لذت میبرم از من شما. گفتم شما یک شوق شما در یادگیری آدمو انگیزه میده. یعنی اینه که آدمو قربونت برم. این شوق یادگیری میگم بازم این از اون یادگارهای مادر سعید. من همه چی دیگه با همون اشتیاق مادر سعید یاد میگیرم. احسن. خدا حفظشون کنه. خدا ان شاء الله زیادشون. آره نگهشون داره و ان شاء الله سعیدم سالم سلامت باشه ان شاء الله. و دیگه حرفی سخنی نه داغو هستیم به هر حال. ان شاء الله حالا استفاده کنن و بازم بیایید پیشمون. خواهش میکنم شما ان شاء الله وقت بذارین برامون. حتما خواهش میکنم. دستتون درد نکنه. نه خواهش میکنم. به هر حال چند موهاتون خوب شده دکتر. همیشه این مدلی بزنید. میدونم. خواهش میکنم. خیلی‌ها بهم گفتن و آره حالا اونم توصیه اگه خواستن دوستان راجع به انشالله جلسه بعد راجع به مد و فشن صحبت کنیم. یه ذره سرنخای مد و فشن مردان بیشتر. مد و فشن مردان زنان سرنخای بدیم که مردم شاداب‌تر زندگی کنن، بهتر باشن. خودشون رو زندگی کنن. بهترین خودشون آره زندگی کنن. آره بهترین خودشون رو. اینقدر تو خیابون آدم زشت نبینیم واقعا. شما یه مدت اینجا زندگی میکردی همه خوشتیپ شده بود، همه قدم میزدی لذت می‌بردی. الان دوباره برگشته به اون دورانی که بعد بیشتر بیام و خودم اصلا نجاست‌های بصریه. من نمیدونم بله متأسفانه کی اینا رو چیز فردا انتخابات ان شاء الله یه تغییری حاصل بشه. راجع به یه اپیزود خیلی خاص برای انتخابات هم خواهیم داشت که قطعا می‌خوام شما بیا تفسیر و تمدید و تمجید و بازش کنی برامون. ان شاء الله هم تمدید میشه هم تمجید میشه.